این موضع منزل استقامتی عائله علیموف‌ها است که در کوچه دوستی خلق‌های شهر خوجند زندگانی می‌کنند. چند مدت پیش بر اثر باران بالاپوش خانه منزل استقامتیش فرو ریخت. خانه‌اش ولنگار شد. حالا در خانه اکایش که در همین حولی 6 ساتیقه جایگیر است، همراه زن و پیوندش زندگی می‌کند. بنابر وزنین بودن شرایط اقتصادیش نتوانست خانه خود را دوباره برقرار کند. ولنگار وایران شدیم، باران باری خانه فرو رفت وایران و جایش که ما نیست که ما اونجا میشینیم حاضر به وقت چه باید میکنیم. از خانه کیم بشید وقت چه اینی بچه کام پشت برفتم همینجا شیمالی وقت چه آدم نمودم. بر ضمن ویران و ناآباد بودن منزل استقامتیش همسر محیدین حنیفه به بیماری گرده گرفتار است و هفته 2 مرتبه گمودیالیز میگیرد که ارزش آن 700 سومانی است. این عائله که به گروه عائله‌های احتیاجمند داخل می شود، اقتدار تبابت و بنیاد دوباره منزل استقامتی خود را ندارند، زیرا مبلغ طریق مردیکاری به دست آوردهش تنها برای تبابت همسرش حنیفه مصرف می شود. خیلی مادی کارم کسیم همسو اودو میره بعض آدم 20 سال 30 سال 40 سال میتیاد از زندگی بجای میرسد خیلی پول بجای زندگی میرسد اما شرایط ما نشود اما زیادش بودم ریم دکتر نمیگه پول بیارتم نمیارتم نیفتاد ما خیلی کمک بیتیم گفتم نمیگه اون پول نبود شرایط وضع بین اما مجبور کن باید دادم چون سمیار بودم که می دستگیری کنند خلق کنند یادم کنند رمضان به همسر محیدین حنیفه علیم و معیوب گروه دوم است. به بیماری گلامرولونفریت مزمن گرفتار است. در وی همچنین نارسایی مزمن فعالیت گرده مرحله ترمینالی و مشاهده می رسد. کمخون می باشد. این توصیه های دکتران شعبه همودیلیز بیمارخانه کلینیکوی رقم 1 شهر خوجند است. وی به کمخونی اریتروپوئتین محتاج می باشد. از بس که این عائله از جهت اقتصادی تنقیصی می کشند، برای سری وقت گرفتن تبابت به مبلغ احتیاج دارند. از این رو این عائله به کمک سخاوتمندان نیاز دارند. گرده اتکاس که دیگه حدشم 50% کار مونه. چند پول میبرد برای دیالیز گرفتن یک هفته 2 بار 350 سومانی 700 سومان میبرد. روزای کی میرید بالیت؟ روزی یکشنبه چهارشنبه. کیم نگاه میکنه شما اونجا؟ با افکدی همی جانوف دو کاسای میکنه یه مونده اختیاری مونده یاردم که داسیان کن. عائله علیموف‌ها برای تبابت و نسبتاً بهتر کردن شرایط اقتصادی در فیلیال رقم 24 بانک دولتی امانتگذاری جمهوری تاجیکستان امانت بانک در شهر خوجند صورت حساب کارتی به نام علیموف محیدین سعیدویچ گشوده است که رقم آن در اکران آورده شده است. عائله علیموف‌ها به دستگیری و مبلغ سخاوتمندان و خیرخواهان احتیاج دارد. رقم ارتباط با این عائله 92 701 12 21 است.